هامبورگ با جمعیت بیش از 1.9 میلیون نفوس و با مساحت چی میگن؟ میگن که کدام شعر داری، کدام گفتنی داری، چی داری؟ ما خود دفعه اولم از هامبورگ آمدیم، فکر میکنم که در کوته سنگی افغانستان هستیم. هم افغانای ما هستن، همه گیر میبینیم دل ما تازه میشه. دکاندارا را که میبینیم تو به یاد وطن دیگه. این سماورتون نام چوب شیرینک است اما تو برچوب یا امروز زغال میشه. ما فکر نکنم کدام خانه افغان باشه که از این تو غوری که یا کدام افغان باشه که غوری را نشناسانی. सिमरन हाँ जी मैं यहाँ पे काम करती हूँ دریا میدیا تیوی دریای سرگرمی ها و معلومات های شما وقتونی لکه چی؟ اوه خیلی خیلی کم زینه منی خونه نه کندزی خلوص ما به ملنگ است. ملنگ جانه قربان بشم دکانا و مغازهای افغانی را برتان به تصویر میکشم. یک مشکل عمده در این منطقه که هستم کرای دکان خیلی بلند است نه؟ اون که هست ما که همیشه هامبورگ آمدیم یک دفعه که شتایندام نبیم دیگه هیچ یک دفعه هامبورگ به یک چند سال جوان میشونم و نام خدا جمع جوش این دکان هم بسیار زیاد است. هر ولایت ما شما یک میوه خاص داره، خصوصا بادام که از مثال بادام لوگر داره، بسیار بادامای خوبش. کسی میگه شکوفه‌دار هستن، کسی میگه گلدار هستن. نمیشه حتما گلدار است دیگه. اسم من چوپرا. خب بسیار خوب خیلی از وطنای اوندوی ما هستند. بله. این مغازه را ما با مدیریت جدید که بالاخره هم کلچه فروشی محبوب و مشهوره که شما عزیزان از افغانستان تجربه دارید. وایس عزیزم پسر بصیر از این نواسی حاجی عزیز. طلا فروشی سوزان در داخل دکان هستیم در کنار رامز جان کپور مسئول طلا فروشی سوزان. قیمت طلا بالا رفته، مردم زیاد سرمایه گذاری میکنن. اینجا شما خودتان اسکن دارین، اسکن کارش چی است؟ چی کار؟ ये बनेगा 4500 با دومین بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر آلمان و هفتمین بزرگترین شهر اروپا خوش آمدید. بیننده های عزیز، هموطنان گرامی، سلام و درود بر شما. خوشحال هستم که شما چینل یوتیوب دریا میدیا تیوی را با من اشمت عابد انتخاب کردید و برنامه‌های زیبای مرا از این کانال شما میبینید. دریا میدیا تیوی دریای سرگرمی ها و معلومات های شما. قسمی که در اول یادآور شدم، هامبورگ با جمعیت بیش از 1.9 میلیون نفوس و با مساحت 755 کیلومتر مربع دومین بزرگترین شهر آلمان و هفتمین بزرگترین شهر اروپا است. ای که کدام شهر آلمان در جایگاه اول قرار داره و کدام شهرهای آلمان در جایگاه سوم و چهارم و پنجم قرار داره، این انشالله به زودی از چینل یوتیوب دریا میدیا تیوی بیننده خواهید بود. دوستای عزیز، ما بازم در شتایندام هامبورگ هستم. برنامه قبلی را حتما شما تماشا کردید، شما بسیار پسندیدید. خاطر از اون ما باز آمدم از شتایندام که از اینجا برتان یک گزارش مختصر دیگه، یک گزارش زیبای دیگه برتان ثبت کنم. میریم امروز با هموطنان عزیز خود صحبت‌های خود داشتیم. دکان‌ها و مغازه‌های افغانی را برتان به تصویر میکشم که در این دکان‌ها و مغازه‌ها چی چیزا پیدا میشه. قسمی که پشت صحنه میبینید نام خدا امروز جمع و جوش و تردد مردم در این جاده بسیار زیاد است و یک چیز دیگه که امروز مظاهره اینجا برگزار شده که نسبتاً راه‌ها تقریبا بند شده. اینجا قسمی که معلوم میشه نام خدا افغانای عزیز ما چنان حضور گرم اینجا دارن که هر 3 نفر 4 نفرش که ببینی یک افغان است حتما 100%. دیگه زیاد پرحرفی نمیکنم، شما را به این برنامه زیبا خوش آمدید میگویم. یک ترموزک چای سبز هلدار باز برتان تهیه کنین و این برنامه زیبا را تا آخر همراه ما بیننده باشید. بریم. میگن که کدام شعر داری، کدام گفتنی داری، چی داری؟ بله، یک شعر کوتاه داریم درباره وطن. درباره وطن هم باز. میگه تحمل کن وطن، این درد درمان می شود روزی. تحمل کن وطن، این درد درمان می شود روزی و قصر ظالمان زود ویران می شود یه روزی. چقدر مقبول به خدا. به شعر هم علاقه داری؟ همیشه شعر میخوانی، کتاب مطالعه میکنی؟ بله، کم تو علاقه داریم امروز.
رحمت الله محمدی هستم در شهر هامبورگ زندگی میکنم. خب رحمت الله جان چقدر وقت از شهر هامبورگ زندگی میکنید؟ ما تقریبا حدودا 2 سال میشه هامبورگ. 2 سال خیلی تازه آمدی. بله. از کجای افغانستان هستی؟ ما از تخار هستم. از تخار هستی. خب نام خدا قندوزی ها و تخاری هم زیاد آمدن می آخرانه. خوب است هامبورگ شهر خوبی است. افغانا بیربارک دیگه زیاد است، افغانا زیاد است. شهر خوب است برای ما شما. خب از امروز اول کامل دمی هامبورگ بودی یا که نه در کدام شهر دیگه هم زندگی میکنی؟ نه روز اول آمدیم دمی هامبورگ دمی ماندگار شد. بله. چطور از کاروبار و دستنادای چیزا جور شده؟ بله کل چیزا پرفکت است. کل شک بالا بسیار خوب بسیار خوب. تنها آمدی همراه فامیل هستی؟ نه تنها آمدیم. بسیار خوب. فامیل هم افغانستان هستن؟ بله اونا همگی افغانستان. در آم چیز وقت تیر کردی در ترکیه و ایران اینجا؟ بله چند مدت در ترکیه بودیم بعد از اون باز آمدیم در این طرف. بسیار خوب بسیار خوب. رضا دوستای عزیز ما گفتم که نام خدا افغانای عزیز ما بسیار اینجا حضور گرم دارن در هامبورگ. هر قدم ببینید نام خدا افغان اینه. باز بچهای جوان سگ نام خدا چه خوب استایل هم زده. سلام علیکم رو. خیلی یک کم نزدیک بیا. جانک جور بخیر. شکر خوب است خیلی. بخیر هستی؟ اسم چی است؟ بلال. بلال جان پختونی لکچی؟ اوه خیر خیر کم زینه؟ نغمانی خونه؟ نه کندوزی. کندوز کندوزیان هم خدا هم دغه وس یو بل الک سره خبرو که هغه تخار نه وو. اوه شته ډیر ارزه خلک شته. څنګه د ژوند سره رقم تیریږي؟ شکر ده بس خیر. شکر ده خیر. څومره وخت شو چې ژوند کوي هامبورګ کې؟ یو کال کی. یو کال. عموما څومره وخت شو چې آلمان کې ژوند کوي؟ یو کال شو. خای بخي تازه نو هم دغه چادرک ته کوم ځای نه کړی؟ دا دلته خرچېږي دکان نشته پیدا کیږي. ډیر استاسو نوم څه ده؟ نوم ساحل د ننګرهار ولایت. څه ده نوم؟ نوم ساحل د ننګرهار ولایت. جان څه یو خایسته نوم هم لري ولا ساحل ها؟ د ننګرهار نه. او ننګرهار ولایت. څومره وخت شو ته دلته ژوند؟ یو کال کېږي شو. څه کوي نن دلته هامبورګ کې څه پلان لري تاسو نن؟ ولا نن همداسې راووتو ملګری هم بل ځای نه راغلی و هغه سره او چکر ته. عوام دا هم دغسې او ښه ګرمه هوا ده خوندوره. په هامبورګ کې چېرته ژوند کوي؟ مرکز کې که التونا کې یم. التونا کې دومره لرې نه ده دې ځای؟ نه دومره نه ده یو 60 میلټه لاره. صحیح ده. بیا به خبرې کوو. سلام وروره. وعلیکم السلام. فارسی میشه؟ کم گپ فارسی گپ پشتو یک گد بعد گپ میزنیم. بخیر هستی؟ تشکر. نامت چیست؟ نام ما عابد است. عابد است. خب تخلص ما عابد است. تخلص ما به ملنگ است. ملنگ است. ملنگ جان قربان بشم. چقدر وقت از خود هامبورگ هستی؟ اینجا دسته 8 ماه شد. 8 ماه شد. حال چطور زندگی از کجا آمدی خودت؟ از افغانستان از کجاست؟ افغانستان در ننگرهار ولایت است. ننگرهار. حال چطور است زندگی در آلمان؟ آلمان خوب است یا ننگرهار خوب؟ خوب است. ننگرهار خوب وطن است. وطن است. وطن است. آلمان هم خوب است. خوب و تصویر آمدی ببخشید. خود اینجا چی مصروف چی کار است اینجا فعلا؟ ما اینجا مکتب تازم. خب مکتب تازه مکتب تازم ساعت 8 بجې زما 3:30 بجې راځم. مکتب نه چرا شو بیا د شکر سره شپه شولې دا 3 ورځې خو رخصتي و او نن خو چې د شنبه یک شنبه خو د آلمان کې مومي رخصتي او دا 2 ورځې چې د ګرمۍ په باره کې رخصتي و. مکتب نو نن هم د سیروتو بیرون. الک وا بس باندې وته ملګری خو زیات دنو ماشاءالله. او ولا بس څنګه کې ملګری خو زیات په شولې بس مقصد د یوازې د ژوند کې آلمان. او بس یوازې نور بس فامیل هم د ملګری ونیسن. او هم دغه څه کنه افغانستان کې د ملګری فامیل ونیسن. او څنګه ورونه ته جوړ په خیر بخیر وخت بخیر خیریږي. خیر اکټ کړی و هم دغه پایا په څنګه کنه. نوم دې څه ده؟ احسان الله. احسان الله جان څه پلان لري نن؟ والا فعلا چیزی فلان نداریم دیگه. نه چیزی نیست که تا چی نان میخورین امروز؟ چی؟ والا برآمدیم دیگه. فعلا سعی میکنیم پسان باز یا شاید خانه بریم یا اینجا چیز دونر مونا چیزی بخوریم نشدیم. بچه‌ها یگان آشپزی میکنین؟ یگان تا میکنیم دیگه. کابلی پلاو یک چیزی دیگه. یاد داری؟ به شک. قابلی صحیح قابلی شوله جور نمیکنی؟ نه شوله تو جور میکنی. صحیح قابلی. خوب قابلی پلاو جور میکنی. صحیح زنده باشین. تشکر. خیلی وقت خوش براتون میخوام. همچنان. خداحافظتان. خیر اوسید. خیر اوسید. طلا فروشی سوزان یکی از قدیمی ترین طلا فروشی های شهر هامبورگ است که از مدت های بسیار زیاد اینا فعالیت دارن و نام خدا مشتریشان هم یک چند لحظه شیشتون باشون صحبت کردم. زیاد هموطنان عزیز ما میان از اینجا خریداری میکنن. دیگه میریم داخل طلا فروشی سوزان. هفته هم بسیار میدرخشه. ببینیم که چی طلا اینا دارن، قیمت های طلا در کجاست. یه همیشه در این برنامه ببینین. بیایی که بریم داخل. دوستای عزیز فعلا در داخل
طلا فروشی سوزان که در هامبورگ در سرک شتایندام موقعیت داره. در داخل دکان هستیم در کنار رامز جان کپور، مسئول طلا فروشی سوزان که با ایشان بیشتر آشنا میشیم. سلام محترم با شما. سلامت باشین. سلام علیکم. خوب هستین؟ زنده باشین. فکر کنم طلا فروشی سوزان یکی از قدیمی ترین طلا فروشی های هامبورگ است. بله خیلی وقت است. از سال 1996 شرکت تأسیس شده. خیلی بالای 30 سال است که ما همینجا مغازه ما است جانم. از اول خودتان هم همینجا فعال بودین در تأسیس؟ قبلا بله خیلی وقت است که ما اینجا خوب. چطور است بازارهای طلا فعلا کاروبار؟ خوب است، خیلی خوب است، شکر خداست. قیمت طلا بالا رفته، مردم زیاد سرمایه گذاری میکنن، زیاد خرید میکنن، پول ارزشش از بین میره. مردم خیلی رجوع به طلا فروشی، طلا خرید طلا میکنن. بله راستی ما از اون وقتی که در آلمان زندگی میکنم مشک میرم از همینجا گذرم زیاد است. ماشاءالله مشتری تان همیشه زیاد است. همیشه وطنای عزیز ما به خصوص افغانای عزیزان بسیار زیاد میان از این طلا میخرن. صحیح است؟ بله اینطور که این مغازه افغان است و مشتری هم تمامش افغان است و اطمینان اونا دارن به ما بخشیدن و ما هم کوشش داریم که اطمینان اونا را برقرار داشته باشیم و همه سلیقه‌های اونا را باید بیاریم و تقریبا همینجا خیلی قدیمی مغازه ماست و اطمینان اونا هم زیاد است. جنس مال مغازه ما همیشه برایشان کرکت و درست بوده. چیزی که ما برایشان گفتیم همون چیز فروش رفته برایشان. این خیلی مهم از طلا فروشی. چی چیزا دارین شما عموما در دکانتان از بخش از طلا؟ ما تقریبا همه چیز داریم. از انگشتر شروع میشه، گوشواره، زنجیر، دستبند، چوری، تاق، هر چیزی که باشه یا هر سفارشی که مشتری بخواد برش که موجود نداشته باشیم برش جور میشه. یعنی به حساب یگان شکل یا دیزاینی که هم مشتری ها که میخواین که به مو شکل باید طلا جور شود شما جور میکنید؟ بله ما برشان جور بشه، هیچ کدام پرابلم نیست برشان جور بشه. بسیار خوب. و این کاروبار دکان شما تنها خودتان پیش میبرین یا ما تقریبا 7-8 نفر کارمند هستیم که با تمامشون پیش میبریم. و نمایندگی هم یک نمایندگی داریم؟ فعلا بله یک نمایندگی داریم. بله طلا رو شما از کجا وارد میکنید؟ ما کار ما زیادتر از دبی است برادر گل. بله همین طلا چرا از دبی میاد؟ چون اونجا جایش طلا از این خاطر که ما یکی مطمئن هستیم که از اونجا برای ما جاهای که لیفرانتای ماست، کسایی که جنس به ما را وارد میفرستن، ما خود ما اطمینان داریم که از اونها خرید میکنیم. ولی بعضی مملکت‌های دیگه ما خرید امکان داره جنسشان درست نباشه و برای لازم ما خود ما اینجا ماشین اسکن داریم، جنس هایی که ما اسکن میکنیم، کنترل میکنیم. همین یک چیز جالب است که اسکن اصلا انسان ها رو همیشه اسکن میشه، جان و وجود آدم سعی میشه و طلا رو اینجا شما خودتان اسکن دارین. اسکن کارش چی است؟ چی کار؟ اسکن که نشان میده. حالا بعضیا روی طلا مارک 21 هست اما 21 نیست. مشتری نمیفهمه که این 21 هست یا نیست. باز ما خودمون داخل نشانش میدیم، داخل ماشین میگذاریم، میره اسکن میشه، پیش روش نشان میده که این 21 هست یا نیست. خب یعنی بیخی دیگه مطمئن 100% اطمینان 100% مطمئن میشه. راستی اتفاقات افتاده، ما هم خبر شدیم، آدم میشه که طلا رو میخرن، هموطنان عزیز ما باز میبینین که یک طلای دیگه برای یا رنگ میته یا تو بعضیا میگن طلا ما اینجا ارزان خریدیم، از یک فلانی ارزان خریدیم. اونا در حقیقت ارزان نمیخرن، او مارک میخرن 21 یا 22، طلاشون پایین است، کیفیت نداره. درست است. خیلی بیایی که اگر علاقه داشته باشین که یگان طلا رو از نزدیک از ببینیم، یگان ستاره به هموطنان عزیز ما نشان بدیم، یا از درباره قیمت‌هاشون صحبت کنیم. امروز قیمت طلا از $80 تا $90 گرم پرایز است. 80 تا 90. بله، نظر به کارمزدشان است که کدام کار مشتری میخواد خوش کنه. یعنی اینجا زنجیر هست، اینجا شما میتونید که چوری است، شما میتونید و این طرف هم ستای دیگه است، این طرف هم دست بند است. بعضی چیزایی است که مردم میخوان الا یا بعضی چیزایی بالی ارزیات است. خود طلا یکی امی خود قیمت اصلیش است، باز یکی ارتباط به کارش هم میگیره. بله کارش مهم است. بله قیمتش دمون فرق میکنه.
همین سر قیمت طلا چی زیاد تاثیر داره؟ چی و چی خاطر قیمت بالا میشه؟ این قیمت طلا بس انفلاسیون روی دنیا همه جا هست. نظر به انفلاسیونی که هست همه چیز گران میشه، طلا گران میشه. مثل که شما یک لیتر بنزین یک وقت میخواستین تانک کنین 1 مارک بود، حالا تقریبا 2 یورو است. چرا گران شده؟ طلا خب بازم پول نقد است. خب این سیتایی است که اکثرا خریده میشه. سیتای نرمال است یا برای عروسی؟ این برای این نرمال است، برای عروسی فرزند این برای عروسی است. این عروسی یکی بزرگ بود شده. این برای عروسی است، برای اسپور است. مکمل طلا است. بله بله مکمل طلا است. بله تقریبا 18000 قیمتش است. 18000. بله بله بله. این دیگه که از 5000 6000 7000 است. بله هر قسم هست. هر قسم هست. اینا کلش سیت مکمل است. سیت مکمل گوشواره تمام چیز داره. گوشواره دستبند تمام چیز مکمل گوشت مکمل است. بله. سلام علیکم. आपका नाम? सिमरन। सिमरन? यस। आप सर क्या आप काम करते हैं? हाँ जी मैं यहाँ पे काम करती हूँ। काम करती हूँ। अच्छा। कितना दिन हो गया आप यहाँ पर काम करते हैं? 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। ना वो पता नहीं वही है उनके नहीं। आपका काम क्या है? फैखाउफ में यहाँ पे सेल करती हूँ। अच्छा अच्छा। या इसके बारे में थोड़ा सा अगर बात करें इसका ये कौन सा ये 21 कैरेट में, ये सब 21 कैरेट में है। अच्छा। इनका वेट मैं आपको बता सकती हूँ। इसका इसका वेट है 50 ग्राम। 50 ग्राम ये बनेगा। इसका वही वजन है। ये बनेगा 4500 का। ये चेन है, ये सब लाइट वेट है। अंडर 20 ग्राम के हैं। ये डिपेंड करता है। 10 ग्राम की चेन बनेगी तकरीबन 900 की, और 15 ग्राम की भी है 1500 तक हो जाएंगी. میتونی ترنسلیت کرده و او زنجیرهایشان هست که زنجیرام این طلای انگوش چوری ها را که دیدین اینا طلای 21 هسته که قیمتایش مختلف هسته. اما یکش طلایش قیمتش تقریبا 4500 بود، اما بینکش و اونایش که هست اونا گردن بند هسته که اونا تقریبا قیمتاش مختلف هسته. یک تقریبا از 900 یورو شروع میشه یا متخانای تا بالا. 500 तक 400 तक भी होगी. ये दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए है, दोनों के लिए. थैंक यू जी. دوستان عزیز، در کنار خانم انیلا بسیار نام خود یک خانم خوشرفتار. ما همیشه من خودم یک چند سال پیش شما طلا خریده بودم اینجا. یاد شما نیست، هم خدا مشتری ها زیاد است. باز ما تا معرفی میشیم. سلام بر شما. تشکر. سلام دوستا. زنده باشین. تشکر. خانم انیلا خودش چقدر وقت است این مغازه مخصوص هستی؟ تقریبا 12 سال. 12 سال شد نام خدا. کمی طلا دیگه سر کارتان که طلاست؟ سر کار ما که طلاست. بله. مشتریاتون کی هستن همیشه؟ افغانا. بله. خیر چیز نشد. زیاد افغانا هستن. خب افغانا زیاد. بله. همین انگشترها رو که در پیشروی ما دیدیم اینا چی کدام نام خاص دارن؟ اینا چطور بسیار مقبول معلوم میشن؟ نمیفهم دیگه نامایشون چیز هست. هر مشتری میاد نامای مختلف برای ما میگه. تنها کسی میگه شکوفه‌دار هستن، کسی میگه گلدار هستن. دیگه هر نام که شما بتن انگشترهای مقبول و زیبا هستن. بله اینا نو آمدن. اینا نو آمدن. بله اینا نو آمدن و مشتری های ما بسیار خوش میکنن. از این خاطر ما گفتم یک دفعه برای شما هم نشون. نه راستی و اینا میشه میتونیم بگوییم میشه کشف کنیم برای؟ بله. اینا میشه حتما گلدار است دیگه. همین گلدار ولی رقم یک چیز معلوم میشه. واقعا بسیار مقبول است. همین چند گرم خواهد آمده این انگشتر مثلا؟ اینمی تقریبا 14 گرم باشه. 14 گرم بود. 1 گرمش چند است؟ اینا یک ذره قیمتاشون مختلف است هر کدامشان.
از 500 یورو شروع میشه تا 2500 3000. بعض مشتری های ما میآیند اونا میگن که ما امی انگشتر را اینقدر مثل یک فوتبال کار دارم، یک توپ چی میگن تنیس بال کار دارم. خب ما برایشان فرمایش دادیم، سفارش دادیم، برایشان آمدن. بله. باز نظر با شوق مشتریش بود. شوق مشتری است. بله بله. بسیار خوب. خانم ایلا یک جان تشکر. خواهش میکنم. شما موفق باشین. بسیار زیاد تشکر از شما. زنده باشین. تشکر. خب آمدیم بخش اسکن هستیم دیگه. بله برای این چوری هست ما میخوایم اسکن کنیم که آیا عیار اینا 21 است که آیا اینا 21 هست یا نیست. این ما مثلا داخل ماشین بله اسکن میگذاریم. اینا باید اسکن کنن. اینا رو فعلا شما ما اینجا تکمه استارت فشار میتیم. بله اینا رو باید انالیز کنه که چی هست. بله آره در جریان ریالیز 30 ثانیه طول میکشه. آو که هست بالا به اسم گلد است، یعنی طلا است. خب این آوش اوکی. آوی که میشه سیلور میشه که سیلور داره که پلاتین هست یا چی هست. آو که هست طلا است. و نشان میده که چند کرات است. قبلا ما ایجنس کنترل کردیم که 2.66 یعنی طلا نبود اصلا. روی بالا روی آب طلا بود دیگه چیز نبود. اصلا بالا تقلبی بوده. و آلی جنس جدید گذاشتیم. حالا شما صبر میکنین ببینید که شما آیواتان نشان میده که یعنی بالای 21 است. 21.7 بله تقریبا در 22 میشه. بله تقریبا 21 21 است. راستی بخش اسکنش هم خودم دفعه اول است دیدم. یک چیز جالب بود برام. اصطلاح فروشی سوزان که میاین دوستای عزیز اینجا اطلاعشان مطمئن است. شما دیدین که ما فکر نکنم که کدام دکان مغازه دیگه در یامبورگ باشه که همچین یک چیز داشته باشه. در تمام آلمان بگین خیلی مغازه ها هیچ کدامش برای مشتری به قسم ترانسپرنت نشان نمیده. بیرون بیان جنس خود بخرن، داخل ما میریم برایش جنسش اسکن میکنیم. میگیم چیزی که شما ما میگیم همون چیز هست. دوستان راحت میتونن خرید کنن. از اینکه دیگه اطمینان بالا نمیشه. راستی هم افغانا با هر مردم زیاد باور میکنیم. باور نکنن جنس خود اسکن کنن بگیرن. جنس خود بیشتری خود تشخیص کنن و خرید کنن. راست میگی. یک جان تشکر. سلامت باشید. ان شاء الله تشکر. ان شاء الله همکاری به داشته باشیم. اوکی سلامت باشید. روزگار خوش بتون. دوستان عزیز این بود یک بخش مختصر از طلا سوزان. دیگه میریم بخشای دیگه ای برنامه رو سعی کنین با ما باشین. لایک و سابسکرایب لطفا یادتان نره. سلام علیکم برادر، خوب هستی؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین. شما خودتان خوب هستید؟ باشین. تشکر. اسمت؟ اسمم توفیق است. توفیق جان اسم خودت؟ سلام خوب هستین؟ عتیق الله یوسف زی اسم برادر. عتیق الله یوسف زی. عتیق الله یوسف زی. چی میکنیم امروز یامبورگ؟ چی پلان است برنامه؟ اما تو آمدیم ببینیم اینجا. باز خبر شدیم که کدام تظاهرات است. تظاهرات است نه؟ بله. ولی چی میخواین اینا تظاهرات؟ میخواین که تظاهرات دیگه به خاطر اسلام است. ما خودمون الحمدلله میگیم ما مسلمان هستیم، باید از حق خود دفاع کنیم. در جایی که باید گویی از اسلام باشه باید ما دفاع کنیم دیگه. ما هر جایی باشه. تا جایی که ما فهمیدم خو مظاهره از چیز بود به حساب میخواین کدوم ما یک رقم مملکت اسلامی واره اینجا خلیفه تعیین کنند آلمان و گپا و چیزاش دیگه با ما موافق نبودیم. ما بیادر از یک گریختیم آلمانی باز اینجا سرمایه چیزی دیگه نه. خب گپ نیست. من از اون چیزاش زیاد معلومات ندارم. فکرم نکنم چون دفعه هفته‌ی پیش که بود اینجا نگفتن که ما در آلمان میخوایم خلافت. گفتن که ما در کشورایی که مسلمان است کشور خود ما میخوایم خلافت. خب بیا خیر باشه از این گپا میگذریم. حالا چطور میگذره زندگی در آلمان؟ شکر است خوب است الحمدلله. چی مصروفیت؟ من خودم تازه آمدیم مکتب میخونم. تازه آمدی؟ کی تازه آمدی؟ خبر شد؟ یک 4-5 ماه میشه. 4-5 ماه میشه مکتب. مستقیم مکتب رفتی یا اول کورس میخونی؟ نه اول من تو دایرکت مکتب رفتم. خب نام خدا خیال آلمانی هم خوب شده دیگه. خوب است و قدر نه دیگه. چند است مکتب میری؟ بله صنف 8 است. صنف 8. نام خدا. با چی پلان‌های آینده چی پلانا داری؟ پلانا دیگه این مکتب یک بار خلاص شد باز وقت پلانا میگیریم ان شاء الله. بله. خدا کد؟ من تازه اومدم تقریبا 8 ماه میشه. بالا بابا مصرف درس هستم دیگه. درسای آلمانی است. بسیار چطور است همین درسای آلمانی؟ بسیار خوب است. بالا که نسبتا سخت است خود کوشش کنیم ان شاء الله یاد میگیریم.
و هامبورگ هم راستی بسیار یک شهر بی‌روبارک و یه رقم هم بی‌نظمی است و هم خوش آدم هم همین جمع جوشش یه رقم به خدا آدم دق نمیرد اگه سر بگه فکر متانه خدا میبینه آدم از ویلاس خوبتر است جای کار است جای درس است از ویلاس خوب است کاروبار زیاد است نه بالا کاروبار زیاد است از ویلاس خوبتر است هامبورگ نسبت به شهر دیگه کده باز یک خانه پیدا کردن مگم مشکل خیلی سخت است مشکل است بالا خیلی مشکل شما یک جای زندگی میکنین در کدام من خودم خانه دارم اینجا ما در کمپ هستم در کمپ هستم خوب من چون وقت کسی که تازه به در کمپ اولا دیگه تا کم کارایش درست پیش میرسیم بالا باز ان شاء الله باز خانه میته درست است تشکر یک جان خیر روز خوش برتون میخوایم این هفته دیگه نگاهتون نمیکنم بریم چکرکایتون رو بزنیم خداحافظ وقت خوش خداحافظ دوستان عزیز در پیشروی دکان وطن مارکت هستیم وطن مارکت هم یکی از مارکت های بسیار قدیمی است که هموطنان عزیز ما اینجا بسیار میان خرید میکنن اما لوازم خانه را و نام خدا جمع جوش این دکان هم بسیار زیاد است دیگه میریم داخل از این مارکت هم هر آن چیز افغانی که شما ضرورت داشته باشین در این دکان پیدا میشه بیایید دیگه بریم آستاست داخل دوستان عزیز در کنار یکی از هموطنان ما هستیم که Hallo, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ganz gut, wie geht's dir? Deutschland scheiße. Deutschland scheiße? Ja, nichts Hilfe, keine Geld, keine Arbeit. Ja? Dieser Mann gut, Patron. Kennst du ihn? Patron. Ja, gesehen. Ja? Mein, gut. Dieser Mann gut. Ja? Ja. والله عاشقتان شده. چی میگن؟ ای نام خدا. این قانون سوانسیش دوستان عزیز نام خدا ببینید که بیروبار چیزا زیاد است. خلیل جان سلام به خدا. سلام علیکم خدمت شما دوست عزیز خیلی خوش آمدین و سلام دوستان عزیز گرامی تشکر زنده باشین. دمی وطن مارکت شما مسئول هستید کار میکنید؟ بله. چطور است کاروبارا؟ شکر خدا الحمدلله خوبه. اینجا خوب است که فکر نکنم دق بیارید در مغازه. کل همشهریان زیاد اکثرا ترکا افغانا عربا اینا زیاد هستن. کاروبار چطور است؟ شکر خدا الحمدلله اله شکر خوبه. خوب بسیار خوب. خودتان هم از ایرات هستید فکر کنم؟ بله از ایرات هستم. از اون لهجه ایراتی عزیز ما یک لهجه شیرین دارم. سلامت باشی نظر لطف شما سلامت. پیامتان به ایراتی عزیز تا چیست کسایی که شما رو میبینن؟ ما سلام خدمت تمام برادران عزیز افغان ما همه کل ما همه یکیم ایراتی کابولی خندری همه ما یکیم و سلام جداگانه خدمت دوستان ایراتی خود کلشون زنده باشید. تشکر موفق باشید. خواهش میکنم موفق باشید خوشحال شدم. تشکر زنده باشید. تن سوپرمارکت هستیم با مسئولشان یک دقیقه آشنا بشیم. سلام محترم. سلام جان. خوب هستین؟ تشکر سلامت. زنده باشید. اسم شما؟ اسم من چوپرا. چوپرا. خوب بسیار خوب. خیلی از هموطنای اوندوی ما هستین. بسیار خوب بسیار خوب. بیشتر پشتو صحبت کردین من نفهمیدم خیلی ما لهجه‌ام چیز نداشتین. خب ما در افغانستان تحصیل کردیم اونجا زندگی کردیم پشتو و فارسی هر دوش میفهمیم. بسیار خوب بسیار خوب. چقدر وقت از قید آلمان هستید شما؟ تقریبا از سال 1991 32 33 سال میشه. 32 33 سال نام خدا خیلی بسیار وقت کردین. بله. مغازه از چه وقت فتره پیش میبرین نکایم با این مغازه را ما با مدیریت جدید که خودم به حیث گیشه فروشش هستم از اول مارس 2024 ما این مغازه را پیش میبریم. خب پیش از او خیلی دیگه کس بود نه؟ پیش از او بزرگسرش کسی دیگه بوده. یکی از دوستای ترکیه ما بوده که از اونا باز ما اوبرنیمن کردیم. بسیار خوب بسیار خوب. امروز که معلوم میشه در دکان یک تغییرات آمده باز چیزای تازه بله 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 بله. چی چیزا پیدا میشه در این دکان؟ در این دکان دیگه شما خودتان ببینین از خشکبار گرفته تا کلچه با کیک نانوایی بولانی گوشت یعنی چی میگن ما شما گوشت افغانی بله بله و پالویش از همین هاوسالت واقعی هست که مثلا دیگ و کاسه و لوازم خانه ای چیز هستش. برنجای مختلف است حبوبات است مسالجات است دیگه از پنیر باب مختلف است چاکلت باب و کلچه باب افغانی ترکی و یک تعداد هندی
و سبزیجات خشک، سبزیجات تازه، میوه‌جات تازه. نام خدا دیگه تقریبا همه چیز پیدا میشه. تقریبا بله. نان عربی. نان عربی ها. بله. هر چیز. امی دکانی هندی دیگه هم کسیم طرف دوستانه است کنم. اونا مربوط شما میشم یک چیزی که من شنیدم. دوستانه از دوستای ماست. آقای گئی ولیدی مغازه آقای گئی از دوستانه هم همکاری دارن با ما یک جای هستن. خوب بسیار خوب. از دوستانه ما سابق همیشه امی یوتیوب و چیزا که نبود همیشه می آمدیم کست با دیگه فامیلام فرمایش میاد که فلانی فیلم هندی رو بیاد، فلانی خواندن بیاد، فلانی کست بیاد. راستی بله او وقت چون دیویدی و فیلم ها و چیزا زیاد رواج داشتن و اونا چون مغازهشون از بسیار وقت است و مغازه بسیار بزرگی است که در رشتونگ جنسای هندی و اینا مغازهشون من فکر میکنم در سطح آلمان از تمام جایا که مغازهش بزرگتر است. راستی بسیار قدیمی هم هستن، راستی اونجا همه چیز پیدا میشن و موفق هم هستن. بله موفق هستن. چطور میگذره؟ چطور از کاروبار؟ راستی خوب است. ما که اینجا قسمی که براتون گفتم انا تقریبا دو نیم ماه 3 ماه میشه که شروع کردیم، ولی شکر خوب است، ولی بازم کوشش میکنیم که تنوع جنسای خود هنوز زیاد کنیم، بهتر کنیم که همین مشتری افغان، هندی، عربی، ترکی اینا همهشون دیگه اینجا چیزی که لازم داشته باشن تا حد امکان از اینجا به دست بیارن. راست میگین. قسم که معلوم بشه همه چیز پیدا میشه. یک مشکل عمده در این منطقه که هست همین کرای دکان خیلی بلند است، نه؟ اون که هست. بله. میتونی با ما بگین همین دکان کرای چند است تقریبا؟ کرای زیاد است. خیلی زیاد است. راستی من از دیگه هموطنان شنیدم مگم سالهای قبل فرق میکرد، نه؟ ارزان‌تر بود. بله سالهای قبل خیلی ارزان بود. حالا هرچی که اینجا مردم زیاد شده رفتن و در این بعد 2015 مردمایی که از سوریه اینجا اومدن در تمام آلمان دیگه هر قدر که مردم زیاد میشه تقاضایشان زیاد میشه، از هر قسم عربی، ترکی، هر یکیشون از خودشون مواد مختلف دارن که باید امور داشته باشن و به همین خاطر هم دیگه مغازه عربی اول نبوده، الان ماشاءالله مغازه عربی هم شده. سابق نانوایی 1 2 3 تا بوده، حالا تنها در این منطقه اشتاینده من فکر میکنم از 20-25 نانوایی زیاد است. همچنان همینطور فلاشرای بگیریم، قصابی او هم همینطور 20-25 هست و کلشان هم دارن ماشاءالله مشغول هستن، مشتری دارن، کار میکنن. راست یعنی هم جالب است. نام خدا ما شنیدم که تا با اون قیمت بالایی که کراکه هست خب باز دکانا ما باید 1 ساله پیشکی بدن دیگه هم میشه. من باز خدا رو شکر ولی او دیگه مربوط میشه از قرارداد تا قراردادشون. بعضی مغازه هستن که از خیلی وقت قراردادشان از سابقه است، بعضی ها هستن که جدید هستن، ولی هر کس که از کار میکنه دیگه یک چیز برای خود پیدا میکنه، بالاخره کرایه و دیگه و خرج مصرفشون میکشه. بسیار خوب، یک جان تشکر از شما. میریم بخش دیگه دکانو بفرمایید. تشکر، سلامت باشین. سلامت باشین. من از طریق کانال یوتیوب شما من برای تمام وطندارای افغان خود احترامات تقدیم میکنم. امیدوار هستم که همیشه خوش و خوشحال باشن و ما همیشه در خدمتشان هستیم. اگر هر چیزی که ضرورت داشتن تا حد امکان ما برایشان مهیا میکنیم. زنده باشین. تشکر، موفق باشین. تشکر از شما. خدا. خب دوستان عزیز، در کنار یک هموطن دیگه ما هستیم که خود عموت فروشنده بسیار پخته میدانه. سلام برادر. سلام بر شما، سلام بر بیننده‌های عزیز. خدا کنه که جور و سعد باشن و اوقات خوش داشته باشن. تشکر. اسم خود برادر؟ اسم ما رولا نیازی است. بله. چه وقت است آلمان آمدی؟ آلمان تقریبا 2 سال میشه کم. 2 سال آمد. خود تازه آمدی. وظیفه در این دکان چی است؟ ما وظیفه ما کس در بخش میوه خشک است. فروشنده هستم و دیگه وقتی که بودم ما در کابل در مندهی کابل فروشات کردیم در شهر نو. شاید دوستا بعضی دوستا شاید دیده باشن. خیلی مشهور است. ما در شهر نو حالم است، در مندهی است،
دیگه از پدر کران کارم است. خب همین فروشندگی بله فروشندگی دکان داریم در اونجا. بله بسیار خوب. همین دکان چی بود اینجا؟ مکمل میوه خشک. میوه خشک. حالا می نمایندگی مربوط از همون دکانتان میشه یا که مربوط؟ نه چون که ما نو آمدیم دیگه فعلا کار میکنم اینجا و ان شاء الله تصمیم دارم که خودم یک مغازه با خود باز کنم. همین اول خوب کار یاد سیستم کار در اینجا چی رقم؟ ولی کمک مشکل است چون زبانش هم سخت است تا که یک تجربه پیدا کنی و همه چیز یک مشکلات است. ان شاء الله میشه کل کار الا میکنم. میوه خشک فعلا در اینجا کس از کجا میاد اینا؟ میوه خشک زیادترش از افغانستان است. شکر الحمدلله کشور ما شما پر از میوه های زیاد داره که هر ولایت ما شما یک میوه خاص داره که خصوصا بادام که از مثال بادام لوگر داره بسیار بادام های خوبش دیگه، جلغوزه پکتیا و خوست و لغمان داره، کشمش ما از قندار میاد، بسیار چیزای محصولات ما شما بالاست از همه کشورها که چیزای ما شما خوب طبیعی است. یعنی بله. با قیمت ها چطور است؟ قیمت ها خوب است، نسبتا خوب است. جنس های خوبش ما که دمی آمبورگ هستک خصوصا دمی اشتاندن میگن و دمی سوپرمارکت ما بنام وطن کس این بخش میوه خشک جنس های بالا داریم و ان شاء الله معلوم میشه بسیار همش بسیار تازه است. بله چون که یک کار کردیم ما خود مسلکی است. نه بله پسته ترکی هم داریم قسم معلومه. پسته ترکی هم داریم، پسته ایرانی هم داریم، پسته کالیفرنیایی میگه او پسته را داریم دیگه. پسته ایرانی یک رقم پسته اکبری میگن اون هم داریم. یعنی رقم خشک داریم. انجیر وطنی داریم بسیار خوب، سنجت است دیگه، بادامای پوزار لوگر داریم، همه چیز بخواین داریم. بسیار خوب. خوش شدیم امروز معرفی شدیم. تشکر از شما. ان شاء الله یک روز بیایم بخیر که خود دکان خود امروز خود صحبت. ان شاء الله خدا مهربان شما میشه داریم. تشکر. موفق باشید. همچنان روز خوش. خداحافظ. خب دوستان عزیز، در کنار هموطنان عزیز ما هستیم که در این وطن سوپرمارکت آمدن میخوان خرید کنن. باشون کوتاه صحبت میکنیم. سلام برادر. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز شما. امیدوارم که صحت سلامت باشین ان شاء الله. تشکر. اسم شما؟ فریدون عباسی هستم. فریدون جان سلام برادر شما. سلام علیکم. سلام با شما، برای بینندهایتان. بسیار خوش آمدین در شهر آمبورگ. ما خوش شدیم که شما. اسم شما چی؟ قریشی صاحب. چطور آمدین امروز این وطن مارکت؟ چیز خاص ضرورت داشتین یا که به یاد وطن دیگه پشت محصولات وطن دق شده بودیم اینجا؟ کشمش، توت، بادام دیگه چیزای تازه گرفتیم از وطن فروشگاه سوپرمارکت. بسیار مواد تازه داره. معلوم میشه راستی. چشیدیم خوشمزه، بسیار میمون نوازی کردن، بسیار رویه خوب کردن دیگه. ما که از شهر دیگه میم که بیایم آمبورگ زندگی نمیکنیم. نه ما دیگه شهر است. در شهر میپن طرفای اسنابروک هستیم. چقدر دور است تقریبا؟ والا 250 کیلومتر. او راگک دور اسنابروک راست اون طرف. ما از اسنابروک آمدیم. باز آمبورگ که بریم حتما محصولات وطنی خودم میگیریم. اینجا باید بگیریم. تول باکس باید پر کنید. تول باکس دیگه. دیدن دوستا آمدین یا که میایین تنها به خرید؟ نه دیدن دوستام آمدیم و برای خرید هم آمدیم. هم به اصطلاح خرما هم ثواب. شما هم در اسنابروک زندگی میکنید؟ بله ما یک جای زندگی میکنیم. آمدیم دیدن دوستا، باز گفتن که اینجا وطن سوپرمارکت بسیار میوه خشک تازه داره و بسیار خوب است. باز آمدیم گفتیم هم نزدیک ببینیم هم خریداری کنیم و خریداری کردیم. چطور از خوشتان آمده؟ بسیار زیاد خوشم آمدن، از کلش چشیدیم، خوشم آمد و خریداری کردیم. بسیار خوب. آمبورگ چطور یافتین؟ آمبورگ اینجا نام خدا بسیار هیجان داره نه؟ آمبورگ میایم، ما خود دفعه اولم از آمبورگ آمدیم، فکر میکنم که در کوته سنگی افغانستان هستیم. بسیار خوب است. هم افغانای ما هستن، هم گیر میبینیم دل ما تازه میشه. وطندارا را که میبینیم تو به یاد وطن دیگه هیچ به احساس بیگانگی نمیکنیم. ما که همیشه آمبورگ آمدیم یک دفعه که شتایندم نبیم دیگه هیچ. مردم یک دفعه آمبورگ بیا یک چند سال جوان میشونم. بیخی گفتن صحیح سا. درست است. خیلی مزاحمتان نمیشم با فامیل هست شما. تشکر. تشکر. دوستان عزیز، انتظار گفتیم مردم به پایان رسید. بالاخره هم کلچه فروشی محبوب و مشهوری که شما عزیزان از افغانستان تجربه دارین و همیشه کلچه های مزه‌دار خوردین.
فراخرین در هامبورگ براتون پیداش کردیم. سلام. خوب هستین؟ سلام. خوب خیراتی است. تشکر. خوش آمدید. زنده باشید. بازم اسمک خودت یه دفعه بازم وایس عزیزم، پسر بصیر عزیز، نواسی حاجی عزیز. نام خدا تو کلچه فروشی خاندانی است دیگه. دیگه از پدر کلان هم کار می‌کنم. از چه وقت در آلمان فعالیت شروع کردید شما؟ در آلمان دیگه تقریبا 4 سال میشه. 4 سال میشه. 4 سال میشه. و امو کیفیت ها و امو مزه کلچه های افغانی امو در افغانستان بود امو ترست؟ امو چیزی که در افغانستان خودش شاید امو چیز از او که بهتر هم باشه. بهتر هم باشه. خب این یک نمایندگی کوچک تا وطن سوپرمارکت است. وطن سوپرمارکت. قسمی که ما میفهم یک دکان درست دگام داره. یک دکان دگام داریم دمیشتایندم است. بله. این من تا نمایندگی دوم است. خوب بسیار خوب. و اینجا همیشه خودت میباشی؟ خودم میباشم، باز وقت کارگرام میباشه، مصروف هستم از خودم در کارخانه. چی چیزایی دارین شما به حساب شما دیگه میتونین ببینین کلچه رقم است، کلچه بیسکیتی است، کلچه نمکی است، کریم رول است، کلچه تعدادش خیلی ماشاءالله زیاد است. دیگه شما باز اون در تصویر بگیرین دیگه هر کدام شب دوستا خوش دارن، باز دیگه اونمو رو میتونن برشان. یک کلچه است شنودم خنده میکنم. والا کلچه خوبش است، زحمت زیاد سرش میکشیم. دیگه کوالیتیش بالاست، خودمون چون تیار میکنیم، همین کسب ماست. دیگه به نظر ما خوبه، دوستا خوبتر میفهم از ما. نه راستی ما این فامیلا و متنان از امریکا با ما اول دادن که از کلچه فروشی عزیزی بیاید یک برنامه جور کنی. نام خدا بسیار در افغانستان هم همگی میشناسیتان، در آلمان هم همگی میشناسه و کیفیتتان همگی برای همگی معلوم است. تشکر، خیلی بینید، زنده کنید، زنده باشین، لطفتان است. دیگه ما کوشش خودمون میکنیم تا اندازه آخری که یک چیز صحیح به مردم بتونیم تهیه کنیم. کیفیت مهمتر از همه چیز است. دیگه ان شاء الله یک برنامه علایده خاص خاط جور کردیم از دکان دیگه تارم حال کوتاه یک صحبت کردیم. مشکل نیست. هر وقت ما در خدمت هستیم. مو دکان هم میتونین ببینین، کارخانه رو میتونین ببینین. ان شاء الله صحیح میایم یک کلچه خوری میکنیم خود کارخانه. چای هم براتون میمونم، کلچه هم. الله قربان زنده باش. زنده باش، تشکر. خوشحال شدیم. خیر بین شما. وقتم خداحافظ. دوستان عزیز هنوزم در وطن فود گیم به هستیم، در داخل همین دکان هستیم در بخش لوازم خانه. سلام بر شما. سلام علیکم محترم، شما خوب هستید؟ بخیر هستید؟ سلامت. تشکر. اسم شما؟ صدیقی هستم. صدیقی صاحب، شما همین لوازم خانه دیگه به حساب هاوس هالز گریت دیگه مربوط شما میشه؟ بله مربوط ما میشه. هاوس هالز گریت کیچن آرتیکل دیگه، وسایل خانه دیگه منتو مثلا چیزای مختلف داریم دیگه. بسیار خوب. چطور از کاروبار چطور خوب است؟ شکر خدا، فضل خدا میشه. اساسا ما جدید شروع کردیم، اساسا تا که مشتری بلد شون دیگه ما کوشش میکنیم چیزایی که مشتری ما خوششون بیاریم. بله دیگه زیاد چیزا رو ما آوردیم، بعضی چیزای دیگه ما در راست میرسن ان شاء الله. اساسا بسیار خوب دیگه میشه ان شاء الله. بسیار خوب. از قبیل چی چیزا دارین اینجا در بخش؟ ما طور مثال ترموزای چای داریم، ترموزای فیلتردار، ترموزای 2 لیتره، 2.5 لیتره، دیگه گلاسای چای، دیگه منتو، دیگه بخار، دیگه لوازم گریل، دیگه ما جای نماز داریم. طور مثال جای نمازای بسیار خوب، قرآن شریف قلمی داریم اینجا. دیگه لوازم کل چیزایی که در خانه و در آشپزخانه استفاده میشه ما داریم. بسیار خوب. خانم‌های عزیز، هموطنان عزیز، هر چیزی که در لوازم خانه شما ضرورت دارین میتونین همش اینجا به دست بیارین. و هم یک قسم دیگایی که مثال بر برنج که دم میتن در افغانستان دیگای چونی میگفتن، چی میگفتن؟ چودنی. بله ما دیگای چودنی داریم، از افغانستان دیگای چودنی وارد میکنیم. بله از خود افغانستان، از هرات، از دیگا برای ما روان میکنن دوستا. دیگه هر اندازه‌اش داریم، همه فعلا هم داریم. دیگه مدل‌های جدیدش هم در راست ان شاء الله. کدام هست همون دیگا؟ یعنی دیگای چودنی ما در اینجا موندگی است. دیگه سایزهای مختلف داره، سایزهای مختلف طور مثال اینی همین دیگای چودنی اصلی. نه اینا رو خود از افغانستان وارد میکنیم. اون خواجه عبدالله انصاری دیگه به حساب بسیار خوب. همینا رو بین افغانا بسیار محبوب است. بله خانم‌های از افغانستان که تجربه دارن که دیگه از زیاد استفاده میکنن. دیگه ما هم کوشش میکنیم چیزایی که خانم‌ها زیاد استفاده میکنن از این دیگه همیشه داشته باشیم. قیمتاش هم اونجا نوشته است دیگه. بله قیمتاش نوشته است. یا چیزا ما تخفیف دادیم، بازم برای مشتری عزیز که بیان ما دیگه هم تخفیف همین دیگه مثلا کلان تقریبا در
65 روپیه میاد، بازم دیگه ما تخفیف برسیم. بله دیگه تخفیف. بسیار خوب. یعنی ترموزای چای هست که بین افغانا محبوب است یا نه؟ افغانان هم خدا چای خور هم هستن. بله ترموزای چای ما خود ما ایرانی در چین سفارش میتیم، وارد خود ما اینا با گارانتی 24 ساعت آب گرم نگاه میکنه. اینا 2 فیلتر است دیگه، 2 فیلتر است اینا. بله اینا خوب است. بله این 2 فیلترش بسیار خوب است دیگه. اینا قیمتش نرمال 20 روپیه می باشه، 14.99 ما تخفیف زدیم. بله دیگه مدلایش هم داریم. طور مثلا اینا قیمت نرمال 30 یورو می باشه، باز اینا را 19.99 ما تخفیف دادیم. بله اینا بهترین ترموز است. اینا 24 ساعت آب گرم نگاه میکنه. این ترموزای خود کلش ما با گارانتی میفروشیم. هر کسی که راضی نبوده که مشتری هم میتونن واپس بریم، پول واپس برشم. دیگه ترموزای ترکی داریم اینجا بدون شیشه. دیگه اونجا او ترموزای ممکن است 2 لیتر است، اونا بدون فیلتر است. دیگه باز اینجا دیگه ترموزا داریم که اینا بدون شیشه است 2 لیتره و اینا دیگه ترموزای 2 غلو میگن برش که 2 تایی است. بله از این ترموزا هم داریم میگن. یعنی خدا معلوم میشه همه چیز که دارین از غوریایی که افغانا میشه استفاده میکنن، غوریای برنج و همه چیز همینا. ما فکر نکنم کدام خانه افغان باشه که از این تست غوریا که یا کدام افغان باشه که غوری را نشناسنی. بسیار در بین افغانا ما خودمون یکی داریم در خانه. بسیار خوب. خانمای رضایت خوش میکنن دیگه. از فروش هم خوب داره ما دیگه. از این نزد غوریای جدید که نو رواج شده، از این ترموز از این غوری هم زیاد آورده ما هر اندازه دیگه. شکلای مختلفش از اون شکلش هم داریم، از اینش هم داریم دیگه. گلاسای بسیار خوبش داریم ما، گلاسای چای، گلاسای آب مثلا این خوب. بله این گلاسا دیگه همین 6 سیت از همین چند است قیمتش؟ 6 سیتش 19.99 میاد، بازم ما دیگه هم تخفیف براتون میتونم. بله 6 دانش. بله 6 دانش دیگه. اینا است 6 دانش می 10.99. اینا هم بهترین گلاس است و گارانتی براتون میتونم. البته ما قیمتای مختلف داریم. قیمت 6 دانه گلاس ما برای 2 روپیه داریم، برای 20 روپیه داریم. نظر به کیفیت. نظر به کیفیتش. بله مثلا این قاشق 50 6 دانش بسیار چیز خوبش است با کیفیت. در ماشین ظرف هم بانه نیست، خراب نمیشه، رنگ ظرف هم نمیره. بله ایران با گارانتی براتون. بله دیگه میوه‌دانی بسیار خوبش داره. هر اندازش طور مثال 6 خانه ایش ما 35 روپیه میتیم دیگه. این سماوار تو نام چوب شیرینک است هم تو؟ بله بله. اینا برقی است یا نه؟ نه بر چوب یا امروز زغال میشه. برای پیکنیک بسیار خوبش است نه که بله مشتری‌ها که مثلا در گارتن خود یا ای که در پارک میرن میتونن از این استفاده کنن. خوب است، قدر زیاد کلان هم نیست، منتها برای یک فامیل کوچک میشه اندازه مختلف شده داریم. مثلا چاینک هم داره برای چای. بله این بر 3.5 لیتر است. طور مثال ما بالاتر شده داریم، مثلا 8.5 لیتر شام داریم. بله خلاص هر چیزی که هموطنان عزیز شما ضرورت داشته باشین شما میتونین از این دکان پیدا کنین دیگه. یک جان تشکر، خوش با شما آشنا شدیم. خیر و برکت در کاروبارتان. سلامت باشین. خداحافظ. تشکر.